تلاش برای ایجاد یک کادر رهبری واحد، مدبر، مسئولیت پذیر با تقوا و زعامت ملی وظیفه مشترک و دین میهنی ماست. هموطنان عزیز، این پیام صادقانه ما بر شما برخاسته از رنجها و آلام جانکاه ملت بخون تپیده ما بر محور نجات از وضع فلاکتبار کنونی بوده و ادای سهم است که تاریخ بر عهده ما گذاشته. پس بیایید تا با همدلی و همفکری در این راه گام های بنیادی برداشته و راه های رسیدن این آرمان ملی را هموار ساخته رهگشا و رهنمای همدیگر باشیم. دیوی واحد مدبر مسئولیت قبلونکي او پرهیزګار رهبری او ملي زعامت در رامنځته کېدو دپاره هلې ځلې زموږ ملي او وطني وجیبه ده. درنو وطنوالو، زموږ له خوا نه تاسو ته دا صادقانه پیغام د دې ربړېدلي، رنځېدلي او په وینو کې د لمبول شوي ملت د ټولو روانو ناخوالو څخه د خلاصون دپاره دی چې سرته رسولې زموږ تاریخي دنده ده. نو راځئ چې په یوه زړه او فکر په دې برخه کې پاخه او اساسي ګامونه پورته کړو تر څو دې ملي ارمان ته د رسېدو لاره همواره او یو د بل لارښوونکی او لاسنیونکی شو. به نام خداوند مهربان و بخشاینده. اولتر از همه سلامای گرم و صمیمانه خویش را به کلیه هموطنان گرامی، خواهران و برادران در داخل و خارج کشور که پای تلویزیون‌های خود نشسته و باز هم ما را به حیث مهمان ناخوانده خود پذیرفتند تقدیم نموده. امیدوارم همه در عافیت کامل باشیم. و امروز 15 جون مطابق است بر روز پدر، حلولش را گرامی باد گفته به همه پدران جهان و مخصوصا افغانهای مقیم کشورهای اروپایی و آمریکایی، کانادا و داخل شهر عرض حرمت و احترام و تبریکی عرض می‌دارم. امروز باز هم مجدداً عرض می‌دارم 15 جون ساعت وقت 4 بعد از ظهر کانادا و واشنگتن و نیویورک، ساعت 1 بعد از ظهر کالیفرنیا و ونکوور و نواحی آن، 10 شام وقت اروپا و 12 شب کابل. این جانب یحیی واثق در خدمت شما قرار دارم. هموطنان نهایت گرامی، طبق تعهد و وعده‌ای که به هموطنان گرامی سپرده بودیم، یک ایده محدود از هموطنان شما بنا بر مسئولیت تاریخی و به اصلاح ادای دین ملت و کشور افغانستان از 1 سال به این طرف با تقابل هر نوع زحمات برنامه تلویزیونی زعامت ملی را در 2 مرحله اول 6 ماه از شهر لس آنجلس آمریکا و 6 ماه بعدیش از استدیو پیام افغان مقیم اونتاریو و نشر سپاریدن. امروز آخرین روز و ما تعهد ماست که در این مدت فضل خدا ما تانستیم که همون دین خدا ادا کنیم بدونی که اسباب زحمت هموطناش را و تقاضای کمکی کرده و مسائل فنریزند و
نوشتن حساب بانکی اینا وظیفه ما به انجام رسید. اما چون کار ما کار جمعی است و منافع کدام شخص، گروه، سازمان، نهاد، تنظیم، قوم و حتی منافع کدام کشور خارجی استوار نبوده، درد ملت است، درمانش مربوط همه ماست، همه ما احساس مسئولیت داریم. به این مناسبت چند هفته قبل خدمت شما هموطنان عرایض خود را پیشکش و از شما طالب کمک شدیم و شرایطی که با ما هیچ نوع ارتباط نگیرد، یعنی نه ما به حساب برنامه های فندریزن یا جمعوری پول دایر میکنیم، نه اکاونت بانکی میگذاریم و نه از کسی تقاضای شخصی میکنیم، الا که شما هموطنان اونمو قسمی که ما علاقمند به مسائل وطن بودیم و یک چیز رو به جرات براتان میگیم که هر هموطن ما که از پیش چیزی تریبیون تلویزیون چی آریانای افغانستان جناب تلویزیون جناب آقای مسکینیار بوده و یا چی پیام افغان تحت ریاست محترم خطاب صاحب بوده، هیچ نوع الفاظ کلمات را ما ادا نکردیم که خدای ناخواسته کوچکترین صدمه به کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی و منافع ملی و خدای ناخواسته تاخت و تازه شخصی بوده. نه ما چنین اعمال را انجام دادیم و نه برای کسی اجازه داده باشیم، زیرا ما در راه قدم گذاشتیم که تشنج از بین ببریم، ما در راه قدم گذاشتیم که اختلافات از میان ببریم، ما در راه قدم گذاشتیم که همین برادرها و خواهرایی که در داخل و خارج کشور هستند زندگی میکنند از جریانات و بحرانهای دلخراش وطن افسرده و دلگیر و به اصلاح و عصبانیت رسیدن، اینها را با هم جمع کرده تا متحدن زن و مرد به حیث دو موجود آفریده شده خالق یکتا در سرنوشت ملت خود سهم بارز و مشترک داشته باشند. اما حدود تعیین صلاحیت و مسئولیت افراد ما هیچ وقت ارزیابی نکردیم و پیشکش نکردیم که شما چی کنیم. ما هیچ نوع طرح مشخص را پیشنهاد نکردیم، ما هیچ وقت نامی به نام حزب و سازمان و امثال هم درست نکردیم. چرا؟ طوری که امروز یک مرور اجمالی از دستاوردها و کارکردهای یک سال خویش را به خدمت شما پیشکش میکنیم که ببینید که ما آیا صادقانه رفتار کردیم. اگر کردیم ما توقع نداریم که از ما کسی به اصلاح و خوشی یادآوری کند، زیرا بهترین یادآوری خوشی از ما اشتراک فعال شما در هر شهر در هر منطقه هستین، دوش به دوش خواهر و برادر با هم یک جاشین، او افتخار مشترک ماست. اما ما بارها گفتیم که ما در تقابل با هیچ رسانه‌های خبری و تصویری نیستیم، ما همیشه هر نوع انتقادات سالم را میپذیریم. ما خدمتتان عرض کنیم اولین روز گشایش برنامه تلویزیونی خیش خدمت هموطنای خیش صحبت‌هایی داشتیم. در اونجا ما از همه ارگان‌ها، از همه تلویزیون‌ها، از همه رسانه‌های چی خبری و تصویری بود، چی بر مبنای مسائل سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، مذهبی و فرهنگی بود، ما یک تقاضا کردیم که فرهنگ ما، مسائل اجتماعی ما، مسائل مذهبی ما، مسائل تمام برخوردهای
زیست باهمی ما گره خورده بر منافع ملی. بناهن از همه وطنا گفتیم که شما حق دارید، شما حق دارید که ببینید که چی نوشته کردیم. این 15/6 از 2013 زمانی که محترم جناب محترم آقای عباسی، محترم آقای حسن حمیدی در داخل استودیو تشریف داشتند. خواهر گرامی ما مینا جان کرباسی، آقای اوتکی، دکتر ثیبتایی و خودم توسط تلفن ها خبری و اطلاع شما موقف این برنامه را روشن ساختیم. ببینیم در یک ایسه ما گفتیم طوری که قبلا به صراحت به اطلاع هموطنان خویش رسانیده ایم که این حرکت مال من نبوده، به تو هم تعلق نداشته، کدام نهاد و یا سازمان سیاسی ادعای مالکیت آن را نکرده، بلکه مال همه بوده و این یک دعوت عمومی و افغان شمول در داخل و خارج کشور می باشد. پس هر هموطن و یا هموطنانی که در داخل خارج کشور مطابق به مندرجات این مسوده در هر تلویزیونی که خواسته باشند، ببینید هموطن، در هر تلویزیونی که خواسته باشند صلاحیت عام و تام دارند که این برنامه های زنده را آغاز نمایند. دستاندرکاران این برنامه تلویزیونی ما بر علاوه که کدام ممانعت را ایجاد نکرده، بلکه با هر نوع همکاری با شما همکار خواهد بود. ببینید این منتهای صداقت ماست که ما حالت انحصار بر اولین بار در تلویزیون و اطلاع هموطنان رساندیم. ما به می قسم از تمام علما و روحانیون واقعی کشور در داخل خارج، علما و دانشمندان، رجال برجسته ملکی و نظامی و امنیتی، استادان و پروفسوران و دکتران و تحلیلگران سیاسی، جوانان و تحقیقگر روشنفکران و تحصیل کردگانی که اینها به حیث پیشقراران جامعه مانند سایر کشورها در کشور ما هم تبارز کردند، دعوت به من آوردیم که برادر بیایید دست به دست هم بدهیم و ببینیم که ما هر حرفی که میزنیم روی اوراق و اسناد است که ما اگر میریم خط باند یادگار. ما در اینجا گفتیم که در اخیر اینمی طرح تلاش در راه ایجاد کادر رهبری واحد و ضامن ملی، این حقیر شما قبل از این که این نوشته یا این نوشتار را که حاصل دردها خاص میلیون ها افغان بوده، گفتارهای سایرین علما و دانشمندا که ما باید یک حرکت جمعی را به وجود بیاریم، من به حیث یک افغان مسئول شریک با درد شما ملت افغان یک کار کوچک را گفتم انجام بدم که برادرها، این استادا، این تحلیلگرای ما شاید موقع نداشته باشه، یک خاکی را پیش کردم که برادر اگر شما با واقعیت میگین این رایش است. بعد از اینکه تکمیل شد بنابر اصول مسائل علمی، ما از نگاه حقوقی با برادر گرامی ما که هم وطن ما در تورنتو تشریف دارند، جناب محترم مرزا محمد عابدی، که یک مجالسی که در تورنتو برقرار میشد نشست برخاستایی داشتیم، یک فرد واقعا ملی و بی‌طرف دانستم و دانستم که یکی از شاگردای حقوق و بسیار شخص فامیلی در مسائل حقوق در افغانستان بوده. موضوع را خدمتشون از ایشان تقدیم کردم که ایشان ایره با هم از نگاه حقوقی مطالعه کردن. بازم قدم دوم، ای که برادرها آل با ما هستن نیستن، طرفدارات نیستن، ما از نگاه مسائل ادبی دی و برادر دیگه ما که در مقیم تورنتو بودن، جناب محترم آقای محمود واحد فرمولی
که از جمله نویسنده ها شاعر برجسته و نطاق ورزیدی است. از نگاه مسائل ادبی پیش کردیم. ما اینقدر با پاس هستم که حتی جملاتی که در مؤخر اضافه کرده ما این مطلق جدا گنجانیدیم. بعد این خدمت یک تعداد پروفیسورها و افراد آگاه که سلسله مراتب طی کرده باشم، از جمله پروفیسور صاحب دکتر حیدر داور، دکتر صاحب آقای سید عبدالله کاظم هاشمیان صاحب و افراد دیگه فرستادم، وظایف خود انجام دادم و بعد از طریق اینها برای دوستهای ما و بالاخره یک تعداد مردم، یک تعداد دوستهای ما که راستی واقعا هدفشان خدمت بود و شمول خواهر گرامی ما کرواجان مینازیان کرواسی، آقای محترم و گرامی ما عارف عباسی برنامه ساز ما بسیار برجسته، آقای حسن امیری، محمود عبیب جان هوتکی، دکتر صاحب رحمت الله، پروفسور دکتر رحمت الله عطایی صلاح، اینا آماده همکاری. بالاخره تلویزیون آمد. تلویزیون ما این صحبت ها رو میگیم که ما در کلام خود صادق هستیم، هر نوع انتقاد میپذیریم، با هیچ کس جنجال نداریم. چنانچه یک سوء تفاهم یکی دو هفته پیش از طریق تلویزیون سججان شد، ما به حضور شما خدمتتان عرض کردم که ما شکایت نداریم، موضوع را از طریق تلفن حل میکنیم، چنان کاری کردیم. اما ما من حیث افغانایی که در راه به واقعیت مردم سالاری، در راه اسلام و ارزش‌های اسلامی، در راه مسائل دموکراسی، قطع جنگ، آوردن امنیت، با یک بی‌طرفی خاص کوچکترین صحبت از کلام ما آورده شد که این تچ به مسائل قومی، زبانی، منطقوی و ایدئولوژی کنه. ما راه صاف و انوار پیشکش کردیم. اینا برای افراد و اشخاص، برای انسانها به نام دکتر، به نام پروفسور، به نام تحلیلگر، به نام یک افغان هر آن چیز باشه، اجازه زیر نمیتیم که ما را مورد تحقیر قرار بدن، تهمت ببندن، دروغ بافی بکنن و بعدا از این کار بشنن. ما روی اسناد صحبت میکنیم. فلهذا باز صحبت هایی که ما امروز داریم، ما امیاله باز هم به احترام افغان و افغانیت، با وجودی که یک بار با برادر نهایت گرامی و ارجمند ما دکتر سید فرید یونس در ماه اکتبر سال گذشته همچون سوالای خلاص را از طریق تلویزیون آقای امیری صحبت‌های داشتیم، اعتراضات داشتن، ما به صرف به خاطر حفظ احترامشان جوابشان در تلویزیون ندادم، به تلفن به کنارشان پرداختم. اما دیدیم که امروز نام خدا شاید تک به جانمان باشه، بازی که وقت ما شما خواندیم، ما بازم به احترام حرمت و کرامت انسانی و به حیث یک هموطنی که در ایران افغانستان کار میکنن، ای که چی کار میکنن مثبت منفی ما گپ نمیزنم، به می احترام برایشان ما وقت میتونم که یک بار آن چیزی که نوشته کردن و آن چیزی که دیروز در تلویزیون نور نثار ما کردن، اگر اشتباه کردن، اینا اطلاع قبلیام امروز هم برایشان مسیج گذاشتیم، لطف کنن بگوین که یک اشتباهی بود، سوء تفاهم بود، ما میگذاریم. در غیر از او اینجا نوشته است که از طریق وبسایت زعامت ملی خدمت شما با اتهامات بسیار سریع و واضحشان خدمت شما عرض میکنیم. چرا؟ برای که هموطن گرامی شما متوجه باشین که الفاظ قشنگ و زیبا قسمی که خود دکتر صاحب میفرمایند باعث رکود حرکت‌های مردمی نشه. ما احترام از نگاه علم دانش، از نگاه سن سال به هر هموطن خود قائل میشیم. ما هیچ وقت با چشم بی احترامی و دور از کرامت انسانی به حیثیت کوچکترین افغان از هر قوم و زبان و منطقی باشه ما انشاءالله وارد نمیکنیم و به هیچ کس اجازه نمیدیم، چنانچه ندادیم که کسی را توهین و تحقیر کنه. اما خطاکاری ها، ادعاها و تهمت ها را مجبور هستیم و ناگزیر هستیم که مورد بحث قرار بدیم.
آمدیم که ما در یک سال چی کردیم. چرا این موضوع تلاش برای ایجاد یک کادر رهبری واحد و ضامن ملی به وجود آمد، طوری که خدمت شما هموطنا بارها تکرار کردیم، چون جمع‌بندی کارهای یک سال خود پیش خدمت شما پیشکش کرده، نتایج و نظریات شما را گرفته، بعداً پلانهای بعدی خود پیش میبریم. و ایران خدمتان عرض کنم که یک سال ما امروز پوره شد. خوشبختانه یک تعداد محدود تا جایی که پریروز تماس گرفتم یک مقدار کمکی کردن که نمیدانم که چند هفته است و بعد از او بیسا ایاشه و ایباتی اینوی برنامه های تلویزیونی مربوط شما علاقمندان رای صلح آزادی افغانستان و پیدا کردن یک حالتی که ما را دمی حالت بحرانی که قرار داریم به چشم سر همه میبینیم چطور نجات بده و او رئیس تا زمانی که ما یک نیروی واحد بدون در نظر گرفتن هر تعلقات و تعصبات مذهبی به حیث یک انسان، به حیث یک افغان، به حیث یک هموطن خود ما درد خود علاج نکنیم، ای طبیب خارجی با نسخه های رنگارنگ خود این تداوی و مداوا کردن نمیتونن. برادرای محترم، سرنوشت ملت عراق به یادتان است. آیا در امون جمعی قوت‌های خارجی با پول سرشار نرفتن؟ امروز ببینیم که همون دوستان جواب رد میدن و منتظر خونریزی دوباره در عراق هستند. همین سرنوشت با اینمی دایر کردن انتخابات، با اینمی برخوردهایی که شما میبینین در دهن دروازه ما شما رسیده. اگر هر افغانی که هر هموطن و هر خواهری که میگن که یکی از این دو گروپ ها عامل آوردن صلح و ثبات در افغانستان است، هموطن گل خود فریب میتی، ملت فریب نتی. فی‌الفرض هر کدام از اینا با تمام مسائلی که دارم ما صحبت نمی کنیم اگر بخواهم که با واقعیت صلح را بیارن، صلاحیت ندارن. ریشه ها یه پولی یا مالی و اقتصادی، نظامی، سیاسی کلش در گرو دستگاه های استخباراتی کشورهای همسایه منطقه است. برادر بیاین یک را داره که حال در وطن ما با وجودی که همه ما میدانیم که بدبختی های افتصور آولش دو گروپ مشخص و معلوم الحال سیاسی چپ راست بوده، از هیچ این کار نمی کنیم. ایده کسی از این رهبرا زمینی امروزی را آورد، از این کار نمی کنیم و همه ما خواهان از این هستیم که اینا مجرمین هستند، مطابق به جرمشان مجازات شود. اما برادر بین یک چیز دیگر متوجه شویم که همه تو یک شرایط آوردنش یک آرامش میخواهد، موجودیت یک دولت مقتدر میخواهد. همین امکان داره. امروز در وطن برادر گلم خواهر میربانه جنگ بین خلق و پرچم نیست، جنگ بین تنظیم‌های الف و ب و جیم و دال نیست، جنگ بین کمونیسم و سوسیالیسم و امپریالیسم نیست. امروز ماشاءالله می‌بینیم که نماینده‌های همه این قماش‌ها در گروپ‌های مشخصی به خاطر غصب قدرت و کمک به منافع بیگانه دستبوسی کشورهای همسایه قرار گرفته. تو چی جنگ منطقه را انداختی؟ 35 سال بیکار کردیم، 35 سال سر که برچسب زدیم، پرچمی گفتیم، خلقی گفتیم، خادیت گفتیم، شعله‌ای گفتیم، افراطی گفتیم، دردت دوا نکرد. بیاین یک کار امداد کنیم. اینمی نیرو را ولو که اگه ما را اساسش با تمام نواقص جور کنین، او علما، او روحانیون محترم، او هموطن گرامی، او تحلیلگر سیاسی، بیاین گروپ هایتون از شهرها و
کشورهای گوناگون جمع شده در یک مرکز در اختیار ملت و در خدمت ملت خود قرار بدیم. با ختم دوره انتخابات اعلان دولت جدید کوشش کنین که ماهرانه مدبرانه کار سیاسی کنین که نه زمینه تجاوز به دولت تا کاری خوبشه ولو که قرار ناقص باشه خوبشه خوب برای ملت نشان بده و برای ملت بفهمن که این خوب است من دفاعش میکنم. خرابش انتقاد کو. این انتقاد وقتی میشه که ما یک کادر رهبری داشته باشیم. خب این بود لحاظا با در نظر داشت این از این مسائل ما خدمت شما عرض کردیم که طرح پیشنهادی تلاش در راه ایجاد یک کادر رهبری واحد و ضامن ملی با در نظر داشت از تجارب تلخ و اشتباهات گذشته این بار برخلاف گذشته و مخالف میل و آرزوی دشمنان داخلی و خارجی مطابق و خواسته ها و آرزوهای ملت افغان حرکت وسیع ملی را طوری با یک مکانیزم شفاف با محاسبه دقیق و سنجی شده طرح‌ریزی کرده که تا از یک طرف مورد توجه شما پیشقراران دکتر صاحب محترم جناب برادر بزرگوار آقای دکتر صاحب فرید یونس گوش کنین که شما میگین ما از اسلام یاد نکردیم. گوش کنین با محاسبه دقیق طرح‌ریزی کرده که از یک طرف مورد توجه شما پیشقراران ملت افغان مانند روحانیون و علمای واقعی دینی بزرگان اقوام مختلف کشور دانشمندان آگاهان نخبگان و کلیه روشنفکران و روشنضمیران افراد و اشخاص مستقل و آزاد و ملی و نهادها و سازمانهای مذهبی و اجتماعی و فرهنگی و احزاب غیر وابسته و گروههای در حال درگیری قضایای کشور در داخل خارج کشور قرار گرفته. جناب محترم دکتر صاحب مای روحانیون و علما و دانشمندا و فضلا را به این نخواستیم که توسط نظام و تیمای سپورتی جور کنیم. اما وطنی محترم این جای خودت است. کدام از این ما اگر رژیم غیر اسلامی بسازیم چی ضرورت می داشته باشه یک ذره ما متوجه در گفتار خود باشیم. به این که هموطن گرامی از دکتر صاحب معلوم نشد خدمت شما عرض کنم که دکتر صاحب بسیار گرامی ما با وجودی که یک بار توسط تلفن موضوعات تشریح قناعتشان حاصل شده بود باز هم یکی از هموطنان نهایت گرامی ما که خواستار همچون یک حرکتی بودند با علاقه و شوق فراوانی که داشتند من حیث سایر هموطنان تلاش پیگیر کردند تا همین نوشته ناچیز در خدمت یک تعداد دانشمندا و آگاها و چیره‌دستان افغانستان از طریق ایمیل بفرستند. ایشان جناب محترم و برادر نهایت گرامی و عزیز ما انجینر صاحب محمد یوسف رحیمی می باشند که ایشان یکی از فعالان بسیار علاقمند مسائل اجتماعی ایو ملی در سطح تورنتو بوده. همیشه اشعار، نوشته ها، گفتارهای را از طریق امواج تلویزیون و نشرات افغانی به گوش هموطنان تنین انداخته و می اندازد. اینا همین طرح را برای برادر نهایت گرامی ما دکتر صاحب روان کردن. ببینید که غلطی از کجا شروع شده. دکتر صاحب نوشته کرده که اعضای محترم ضامن ملی در تورنتوی کانادا. خب دکتر صاحب محترم طوری که گفتم اساسنامه ما را خواندند. ما همچون عنوان به نام ضامن ملی در تورنتو نداریم و این طوری که ما در طرح گفتیم که این نوشتار یک طرح مکانیزم به خاطر ایجاد یک کادر رهبری تلاش در راه کادر رهبری و نوشته که ما اساسنامه نداریم. نمیفهمم که دکتر صاحب محترم در کدام فکر بودن گفتن اساسه شما را خواندم. دو گفتیم که عضویت نداریم. سه گفتیم که یک تعداد افراد اشخاص هستیم که صرف به حیث خدمتگار شما به حیث اعضای تبلیغاتی و ارتباطی که شما هموطنان را با استفاده از تکنولوژی جدید در داخل خارج با همدیگر معرفی کنیم. دکتر صاحب محترم شما محتویات بخونین، سخنان گوش کنین، پیش از خواندن پیش از گوش کردن هیچ چیز را امضا نکنین، هیچ چیز را بیرون نکشین که امروز برای خودتان میآید. این سند یا اعتبار سیاسی مرا کم میسازه، ما پیش مردم دروغگوی میشم، یا برادر گلما اینمی دستاندازی ها به این شکل افراد اشخاصی که به فرموده شما امروز یک سکالر هستید،
امروز طوری که فهمیدم میشه من نمیدونم رشته دکترای شما در چه در هر چیز شما متخصص هستید، ما برای شما متخصص مراجعه کنید، ما راهنمایی کو، شما ما رو تحقیر میکنین. ببینین به انصافی را نوشته شده که جناب محترم و عزیز گرامی محمد یوسف رحیمی لطف کرده بودند اساسنامه ضامت ملی افغانستان را به من فرستادن. قلباً سپاسگزارم، چون در متن خواندم که نظریات میتواند به شما ارسال شود. خواستم تا نظریات خود را زمینه پیشنهادها که من قبلا گفته‌ام و نوشته‌ام به شما ارسال بدارم. خب هموطن گرامی، ما در مقابل دروغ سند میکشیم. ببینین هموطن نهایت گرامی، من یه حرفا رو به این میدونم که برادر رایتان پیدا کنین، نه فریب مرا بخورین، نه فریب افراد رو بگیرین، بلیاز و خلا اینمی کلابازی سر ملت افغان با الفاظ رقیق از 30 سال است مانده شده. اینمی عواملت ما با هم جور نمیم، اینمی عواملت که یک هموطن شما درای خیب پای میشونه، دیگه هموطن خودت به زبان خودت رو سرکوب میکنه. ما این گپا رو حوصله نداریم. بعد از این برای که مردم ما یک تجدید فکری شوه، دوست و دشمن رو بشناسه، تبعیض از بین ببره، باید همچون مسائل دوستانه البته انتقادآمیز نیست، با او جملاتی که ما از تلویزیون شنیدم که فاشیستاست که بگیر نوان ما استعمال نمی کنیم. ما از شما نظر خواستیم، شما ما را به حساب توهین قبول. ببینید ما چی نوشته کردیم که خاطر هموطن ما جمع شوند که ما نوشته کردیم که به خاطر نوشته کردیم که حرکت به حیث یک پروسه ملی از اولین گامهایش تحت هیچ شرایط حالت انحصاری نداشته. گوش کن جناب محترم دکتر صاحب، با وجودی که خواندین 2 مرتبه روان شده پیدا میکنین، نداشته. کمایی کردن شهرت شخصی، گروهی، سازمانی و حزبی در آن نخواهد وجود داشت. کیش شخصیت پرستی مانند لیدر شدن و رهبر بودن را در آن راه نخواهد بود. بالاخره با طرد کلمات من و تو، آنها و شما، با استفاده از کلمه ما، این پروسه به حرکت جمعی مبدل شده و متعلق به همه ملت خواهد بود. این حرکت به هیچ مذهب، قوم، لسان، منطقه یا سازمان خاص نبوده، بلکه یک حرکت کاملا سوچه افغانی متعلق به کلیه، گوش کنید هموطن گرامی دکتر صاحب محترم، متعلق به کلیه باشندگان افغانستان در داخل و خارج می باشد. هیچ فرد، نهاد، سازمان‌های فرهنگی و مذهبی و اجتماعی و سیاسی حق ندارد از موقف و امکانات این حرکت ملی به نفع شخصی و گروهی استفاده نموده و عقاید شخصی و سیاسیشان اعضای این پروسه در رابطه با مسائل سیاسی کشور بیانگر اصلی موقف این حرکت نبوده. 4. به خاطر جلوگیری از گرایش‌های انحصاری و هر نوع سوء تفاهم در حال حاضر، گوش کن دکتر صاحب به دقت، در حال حاضر کدام نام و عنوان خاصی بر این پروسه تعیین نگردیده، صرفاً به خاطر معرفی و شناسایی آن عنوان به هموطنان گرامی در سر جهان اجالتاً عنوان تلاش برای ایجاد یک کادر رهبری واحد ضامت ملی را میتوان پیشنهاد کرد. انتخاب نام مشخص برای این حرکت از صلاحیت‌های مجمع عمومی باشد. باز نوشته کردیم که به خاطر جلوگیری از سوء تفاهمات، ایجاد تنش‌ها و بروز هر نوع اختلافات، کدام اساسنامه مشخص هم در میان نیست. کارت عضویت و عضو بودن هم برای شاملی این پروسه فعلا در نظر گرفتن نشده. حق العضویت هم پرداختن نمی شود،
زیرا این همه وظایف، انجام این چنین کارها از جمله وظایف مجمع عمومی باشد که اگر افراد مثل شما که حالا متاسفانه خود دور کردین، در آن یک جایی که آمدین، رهبریتان را تشکیل کردین، نام گذاشتین، اساسنامه گذاشتین، اونو وقت است بازی حرکت میشه. در غیر از او نه من، نه واثق، نه دوستا، نه شما، هیچ کس حق نداریم که سر حق ملی مردم ما پیشکاره شویم. سومین چیز گفتیم که احترام و کرامت انسانی، تساوی حقوق میان همه باشندگان شامل مرد و زن در داخل خارج کشور از اولویت‌های اساسی حرکت می باشد. دوم ما گفتیم که این پروسه ملی به افغانای یک شهر و یک کشور نبوده، بلکه پروسه افغان شمول و در برگیرنده کلیه افغانای داخل خارج می باشد. این حرکت گفتیم که اگر حرکتی که به اساس رهبری جمعی از پایین و بالا شروع میشه، که خودت باید یک دکتر در شهر مورد بحث قرار میگیری، طرح مطرح میسازی، تو به اساس مردم بالا می بلاخره در سطح رهبری شاید برسی. اونو است که من و اشخاص مانده گفتن میتونه که دکتر صاحب چرا آمده، اما حال اگر من خوبترین انسان دستش میگیرم و هر هموطن ما میگیره، این برای ملت ما امروز برای که مفید نیست، مضر است، چنانچه نتیجه نداد. پس هموطن گرامی ببینید شما چی نوشته میکنید، شما برای مردم چه قسم راهنمایی میکنید، شما دکتر صاحبا چی توقع داشته باشید؟ شما که امروز ملت در راه درست راهنمایی کنید، به خدا چشمای ما روشن میشه. اما شما چی نوشته میکنید؟ شما نوشته میکنید که من به حساب داری طرحتان که جستجو کردم، نوشته کردید که اول از آنجایی که وجه مشترک بین مردم افغانستان اسلام است، پس باید راه حل را در اسلام جستجو نمود. که این کار صورت نگرفته، او برای کدام کار؟ ما یک راه را جور کنیم که تو به این کار تطبیق کنی، تو به این قانون اسلام تطبیق کنی، یک عالم دیگه در قانون مسائل سیاسی رو مطرح بسازه. ما پروسه برات پیش کردیم، مو برادر گل ما یک طرح سیاسی برای تو نداریم. ما میخوایم که نخبه را جمع کنم، کل صدای 36 میلیون در یک جای تمرکز بتیم، یک نیروی متحد بسازیم. دوم شما نشه، شما از حقوق زن صحبت کردین، به خدا آدم تأثیر میکنه باز واقعا که شما آیا با فکر بودین که قلم براتون چی نوشته کردید؟ شما رو به خدایتان سوگند میتونم کمی نوشتی غربیانی ما رو خواندین که جواب دادین. اگر میخواندین باور کنین که این قسم جواب نمیدادین. چرا در حالت شما یا در حالت خواب و یا در حالت بیخودی یا در منتهای غرور قرار داشتین؟ ببینید شما چی نوشته کردید. شما نوشته کردید که شما از حقوق زن صحبت کردین، اما واضح نساتی که زنان مسلمان در افغانستان از حقوق مساوی میراث هم برخوردارن یا خیر؟ لطفا این مطلب رو واضح بسازید. او برادر گل من، او عزیز گل من، او پروفسور صاحب گل ما که نمیده گفتیم اول موقع گفتیم که تساوی حقوق میان افراد جامعه، ما نگفتیم چطور. ما بازم میگم که گلرم از تو کنم، تو خود توارث بده، بیادم اونجا مطابق میلت، مطابق به شریعت اسلامی، با قناعت اقتدار علمای دینی حقوق زن تعیین کن. من چی کار هستم؟ من برای یک راه جور کنیم که بیای شامل شو. مثل عزیز که یک جای موقتی مکتب میسازیم، دکتر صاحب صدا میگه بعدا مثل کیمیا رو در منزل 4 بسازیم. او برادر هنوز با مکتب ساخته شد. شما چرا این قسم هستین؟ ولی یاد خدا ببینید هموطن گرامی، درست است که طور خود گفتی که دکتران چیز رو با وجود نمیره، اخلاق نیکو، متانت، دینی چیزا میگه. من با مو برات ارتجاع میکنم. فرمودی خوبه که یک وقت میتونم که یک ماستر لیسانس هم بهتر از دکتر امیر عزیز ما برات میگم مطابق صحبت خودت میکنم که اگر دکتر صاحب هر قدر که بلند هستی گوش کن، میگه زمو که نمیدونی بدان. چرا امروز تو در پایفتی؟ تو یک هموطن هستی. بیا این صحبت هایی که ما میکنیم ولی از خدا نه اون طرف به دردت میخوره نه این طرف به دردت میخوره. ببینید در مسائلی که شما گفتین که بعد شما ببینید پیش میریم. سوم، برای یک افغانستان فارغ از تعصب، تنگ نظری و تعویض به ما باید اصلاحات بنیادی را پیشنهاد کنیم که تا همه نفس براحت کشن. بسیار خوب گپ است.
برای اینکه ما یک کشور قانونمند داشته باشیم اولتر از همه باید با تعصب و دورنگی درویی از طریق قانون مبارزه کنیم. نظر من این است که در افغانستان انگشت‌های تبعیضی را مانند اکثریت و اقلیت رو از بین برداریم. شما باید، یعنی ما، واضح بسازیم که شیعه و اقوامی که نفوذ کمتر دارن در اقلیت نیستن، همه شهروند افغانستان می باشن. او برادر گلم، او قربان سرچم، ما موزیکی که می نوازم تو به اون شکل باز می نوازیشه. ما با واقعیت گفتیم. ما گفتیم که بهترین های تانه، ببین دکتر صاحب، بهترین های تانه با در نظر گرفتن هر نوع تعلقات مذهبی و منطقی و سمتی و لسانی و مذهبی متحدن کار کنین. از این که برات روشن زیاد بگویم، ما دیگه چه قسم بگویم؟ ما در اینجا برای شما درویی نکردیم. اعلان تطبیق زوکیست که یک دکتر صاحب بیا مثلا من امروز یک لیسانس، یک ماستر پایینتر از وقت فرموده شما. ببین دیروز شما صحبت کردین سر مسئله فارسی و پشتو و اینا. شما مطرح کردین که برادر ما که مردم به این شکل بگیم که من نام نمیگیرم که اینی قوم دیگه با سر ما سلطنت نکنین، بیگ با هم صحبت کنیم. امیر خود تشنج انداختی، اما هموطنی که با مو زبان صحبت میکنه او رو تهدید آمیز میگه. من یک آدمی که دانش مسلوک رو به اساس فرموده خود که یک اسکالر از این پایین است، من چی میگم میشنه؟ من میشنم که برادر ما قوم تاجیک پشتون ازبک هزاره هستیم. بله برادر این وطن ما شما 5000 سال خون آدمی را ریختن، به اتفاقی ها شد، ما درد ما دوا نشد، ما چرا تاوان انتقام بتیم؟ بین که بعد از یک پارچه واحد افغانستان بسازیم، کل ما مساویانه و پیش بریم بدون تعصب. باور کن دکتر صاحب، اگر میشه و گفته شود اون برادر تاجیکید، اون برادر پشتونید، اون برادر هزارید و ترکمنید، میفهمه که صدایت پرتنش نیست، صدایت خالصانه است، لبیک میگه، دست برت میده که بیاین با هم متحد شویم. اما اگر من به صورت طعنه‌آمیز از گذشته ها یاد کنم، ولو تاجیک ملاوت کنم، پشتون ملاوت کنم، هموطن گرامی با احترامی که به تحصیل دارم اما تجربه در اینجا کم است، در این راه درست نیست. خب شما خلاصه این ما جوابشه از طریق وبسایت خدمت هموطنا نوشته شما را با نوشته خود میرسانیم. ما از هموطنای خود بسیار معذرت میخوایم، این به خاطر گفتن که او هموطن گرامی، ما در مرحله اساس هستیم. این گله و گزاری ها را شما به سوی که روز میبینین، یک کار کنین صادقانه بدون اراز. اگر سیر نخورده باشین بوی سیر از دهنتان نمیاد. اینه بطور اشخاص بسیار با احترام، نه به خدا به تحقیر گرفتن، نه به خدا گرفتن. مگه این صحبت ها را که دیروز شنیدم شما باور کنین که اگر من میخواستم بسیار یک داستان جالب دامنه‌دار رو براتون دکتر صاحب میساختم که خطر براتون بود، اما من نمیخوایم. من شما را گوزت میکنم به حیثی که یک چند سوال تو که قسمی که در تلفن براتون گفتم بزرگتر هستم. شما شهرهای افغانستان ندیدید، شما اجازه نداشتین ما شما که تا مکتب بریم ما کشتک به کشلی افغانستان دید. هموطن گرم همین حرفایی که خود صحبت میکنی در قوال ملت افغانستانی است. این مسئله را ثابت کرد در انتخابات، ثابت کرد در حمله پاکستان، ثابت کرد در مسابقات فوتبال، ثابت کرد که ملت ما اگر تاجیک است، اگر ازبک است، اگر هزاره است، از پشتون است، با تمام دستهای پروپاگاندا اینا استوار یک بار برادر هستند، اما رهبر کار دارند، اما در رأس خود یک راهنما کار دارند. کی راهنما چی باشه؟ یا مانند خودت باشه یا مانند ما باشه. مردم در راه درست، در راه برادری، در راه یکجایی یک رهبریت جور کنین، یک گروپ جور کنین. شما بیاین امیر تشکیل بدین، شما برین در وزارت عدلیه افغانستان خود ثبت کنین، شما برین در مجامع بین‌المللی خود ثبت کنین. بعد از او پروپوزالایتون علمتون برای جهان بکشین. شما هیچ وقت گله نکنید که والا ما این کار میگیم، این جنگ سالاری کار کرد پاکستان. نه، شما برای جهان نشان بدین که علم دانش افغانی این چیزا توارث میته، این چیزا میخواد، ببینید که نتیجه میته نمیته. در غیر از برادر گروه این وطن با این حرفای خود فقط وقت خود با شما سپری میکنیم، در یک کلام کار انجام نمیدیم. خب هموطنان نهایت گرامی، یک 15 رقم متاسفانه بر شماست. ما چند هفته که تابال را خوشبختانه یک تعداد هموطنای ما، شما خواهرای برادرای ما کمکی کردن که امروز این ما آمدیم. شاید یکی دو سه هفته دیگه باشیم، ببینید که کمک‌های شما چه ادامه است. به حساب قروانه ما به دست شماست. چقدر اسپانسر میشین، خودتان صحبت میگین از شعار دیگه. اما یک چیز براتون میگم که بر طرح پیشنهادی
تلاش برای ایجاد کد رهبری واحد و زعامت ملی جای پای خود یافته. ما امروز واسه این تلویزیون یک بخش از کارهای ماست. ما امروز از نگاه وبسایت خود، ایمیل ها، آدرس‌های خود، اسکایپ های خود، از طریق کنفرانس کال ها در کشورهای مختلف هموطنان ما بسیار سخت علاقمندانه در اینجا کار میکنند. امروز بهترین پیشنهادها از هر طرف برای ما آمده که ما با کس همکار نی. ای اونم تو گفتین که هموطن اینی مال اگر خوشت آمد، ای از یحیای واثق نیست، از گروپی که آقای عباسی و آقای پوپل و خانم کرباسی و دکتر سیبتایی و امثالی که تعداد زیاد که ماست، از اینا نیست. مال فرد افغانستان است. از هر گوشه افغانستان با می درجات شما بین شما را بالاخره کل ما را در یک نقطه واحد میرسانه. چرا؟ اینجا بوی نفاق نیست، اینجا بوی شقاق نیست، در اینجا قدرت خواهی نیست، در اینجا جا طلبی نیست، در اینجا خدمت به بیگانه نیست. پاسدار افغانستان اینجا جمع میشه، ملتی که به خاطر افغانستان قلبش چرخ میشه جمع میشه. ما 16 ورق نوشته کردیم، ما 1 سال صحبت کردیم. بیاین برای من نشان بدین که یک وطن ما را من امروز توهین کرده باشم، من امروز سر مسائل قومی که گذاشته باشم، غیر از اینکه ارج گذاشتیم، غیر از اینکه اینا رو برادر خواهر خود گفتیم. چرا؟ برای اینکه اینمی افغانستان با احکام یک پنجه درخت است. اون موقعی که شما هر شاخه درخت میزنین، این شاخه سبک میشه، کم وزن میشه، مسامای پیدا میشه، کرم در داخلش میشه، بالاخره شاخه یک تنه دراز درخت میمونه که در اوج موریانه حرکت جا پیدا میکنه، او پوده میشه و از بین میره. این به این مفهوم است که امروز اگر من خدای ناخواسته به حیث باشنده یک منطقه، متکلم یک زبان، عرض کنم از خود دور میکنم، او نموت یک حالت است که من شاخه تنی خود از بین میبرم و بالاخره تنی لچ من با سراخی از اقوام مورد تجاوز، مورد اسکوت با یک پف چپا میشه. ما چی میکنیم؟ این شاخه ها رو میخوایم بردار بسازیم، این شاخه ها رو به حال اتحاد بریم. ما برای مرد، برای زن، برای پیر، برای جوان، برای کلش ساختار ما قسم است که مطابق با مسائل علمی و سیاسی، مسائل سنتی و دینی و مذهبی استوار است، از عالم و روحانی گرفته تا دکاندار. اینا اجزای ملت افغانستان است که هر کدامشان در هر مقطع زمان خود سهم، بخش و رول به سزایی داره. ما همون قسمی که نمیتونیم تنها توسط ملا و دکاندار سیاسی افغانستان بسازیم، به عالم و دانشمند هم تنها نمیشه، به فیلسوف هم تنها نمیشه. ما باید نمونه های کل از اینا را از دانشمندا گرفته تا علما گرفته تا غربا گرفته تا تحصیل کرده گرفته تا بی سوادا گرفته، اینی ساختار کشور ما و شماست که ملت میسازه، از ملت دولت به وجود میاد و دولت سالم میباشه. ما اینمی کلش از همگیریشه یک جای کردیم، در یک پارچه نوشته کردیم، خدمت شما پیش کردیم. از شما حرکت، از ما ادامهش. اگر مصطفی جان زحمت نمیشه شماره تلفن اگه بانه هموطنا صحبتای خلاص دارن بفرمایین. درد دل بود، گزارش کارهای 1 سال خود کردیم و بازم جملاتی که بود ما من حیث افغان، حتی ای که به ما فاشیست گفتن که تعداد دکتر سمیشه فاشیستاست دیگه، اونا رو به ما معرفی کنن. ای که روابط شما با افراد اشخاصی که علاقمند به زعامت ملی است تینه و تار است، این مربوط به زعامت ملی نیست. زعامت ملی از من نیست، زعامت ملی از خودت نیست، زعامت ملی از کل ما و شماست که خودت هم یک گوشی از رسی. متاسفانه که ما مسائل شخصی رو مطرح میگیم. برادر گرامی سلام برای شما، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. من به محترم آقای واثق میکنم که بله بفرمایید، در خدمت هستم برادر گلم. سلام علیکم محترم واثق. سلام از ما بر شما، صد سلام. عامر سید. سلامت باشید. موفق باشید در امور مسئولات. بفرمایید برادر گلم. بله؟ هموطن گرامی بفرمایید. خب لاینشون قطع شد. خب هموطنای گرامی، صحبت ها فقط یک توضیحات بود. از هیچ هموطن تقاضا ندارم که صحبت در مورد دکتر صاحب جناب محترم فرید یونس پیشکش کنن. اگر خود دکتر صاحب گفتنی داشته باشن امروز نمیتونن، هفته آینده ما برشان 10 دقیقه 20 دقیقه
صحبت داریم. ما فقط چیزایی که گفتیم خودش خوانده و ما نوشته کرده، ما دفاع خود کردیم از حق خود، از حق مردم. هموطن گرامی سلام بر شما، بفرمایید. بفرمایید. بله بله هموطن گرامی خب دیگه گفتنیای دیگه زیاد است. بازم شماره تلفن نوشته است، اگر هموطنان صحبت میکنن بگه که میدونم که از یک طرف مسائل انتخابات است، تلویزیون افغانستان است، از طرف دیگه مسابقات فوتبال است، روز یکشنبه است، شاید بیننده های من روز کمی باشن، روزهای یکشنبه مشکلات ها اینا می باشن. به هر صورت بازم مجداً از کلیه دانشمندا، آگاها، چنانچه به یاد داریم زمانی که ما در جرمن آنلاین نوشته کردیم، یک هموطن دیگه ما که اینمی نوشته را مطابق با خواستهای مردم دانسته، برادر نهایت گریم که امروز روز فعال اینمی کمیته تبلیغاتی هستند، عارف جان پوپل است، همین نوشته را با پشتیبانیش خلاص در جرمن آنلاین نوشته. توجه ما جدی دوستان، استادان، پروفسوران، دکتر صاحبا، تحلیلگران خاصه که هموطن گرامی این یک طرحی است، شما لطفا نظرات مثبت من کتاب بدید. اما متاسفانه با هر دلایلی که بودن این دوستا و تحلیلگرایای ما از این هیچ نه آن گفتن نه نی گفتن. ما بازم میگیم که هموطن گلم، استاد محترم، تحلیلگر گرامی، نور چشم ماسی، هموطن نهایت گرامی، بفرمایید. سلام بر شما. سلام بر شما خواهر گرامی. میتونم گپ بزنم همراه شما یا هر کس که هزار دفعه مادر میرا خواهر گرامی تلویزیون شما بفرمایید. گفتم که اولین دفعه که تلویزیون بر کردیم، تلویزیون افغانی را بسیار خوش شدم. یا آقایی که صحبت کردن بسیار قابل قدر است. ما همراهشان هستیم. خداوند قدرت بتشان، همت بتشان که ادامه بتنی. کسایی که مثل یونس و دیگران را من میشناسم، آدمای نه همشیر محترم، همشیر گلم، خواهر بسیار گرامی، سعی کنین ما یک یادآوری کردیم برای دیگه خودشان بفهمه. بفرمایین صحبت های دیگه داشته باشین. اینمی تلویزیون رای شماست خواهر گلم. وقتی که دست ما به حیث یک برادر و دست تو یک خواهر و به دست دیگه خواهر برادر یک جایی نشیم، خود ما این مصیبت وطن خود از بین نبریم و خدا هیچ کسی کار کنه. خواهر ما میگم ما عین چیز گفتار از اینا را ما اینا را یعنی تقریب میکنیم، نه ای که پشت دیگران میریم. بله خود دعوت بسیار اخلاقه مدبرانه بر همگی کردن و ما استقبال میکنم گفتار از اینا را. دسته تایوان فقط خواهر گلم دمو شاری که هستین شما یک لطف کنین دینمی نوری تلفن شما زنگ بزنین از روز دوشنبه تا شنبه ما در خدمتتان هستم. شما دمی شارتون که هستین، دمی جایی که میرین، در معرفی میرین، عارسی میرین، محفل میرین، دید بازدید میگین، اینمی رو بین مردم رواج بتین که خواهر گلم بیادر گلم بیاین که جای شیم. اینمی کار کنین که ما همراهتان هستیم و ما گپ بزنیم. واقعا اینم تو شخص ما ضرورت داریم که مردم دور هم جمع کنن و یک ملت و یک واحد و یک مملکت است. همگی ما پنج انگشت برابر است، برابر نیست، هم مربوط یک دست هستیم. هیچ لازم نیست ما بین خود نفاق بستیم. خلاص ما خواهر گلم، ما و 7-8 نفری که فعلا در تلویزیون صحبت ها داره و در حدود صدها افغانی که فعلا در این راه آمده، ما یک هدف داریم که ما فقط کار ما به حیث راهنمایی شما، ارتباط دادن شما بر بین یکی دیگه است. ما کدام وظیفه دیگه نداریم، نه برای کس شعار میتیم. تشکر، برای خودتان تبریک داریم. لطف شما. در جایی که رسیدم گپ میزنم. امی اسم آقا رو من نفهمیدم. نام یحیی تخلص ما واثق است، در شهر تورنتوی کانادا زندگی میکنم. بله ما 1 سال که این برنامه را داریم خواهر گلم. هیچ وقت برای هیچ کس اجازه نداریم که هیچ انسان افغانه ولو هرچه خیانت کرده تحقیرش کنه، دشنامش بده. هر کس خیانت کنه مطابق با قانون مجازات شود. اما خدا گفته که کرامت بنده مرا باید شما مراعات کنین، توهین نکنین. ما کسی رو توهین نمیکنیم. ما کل قوم، کلش برادر خوار ماست. باید ما پیش بریم، نه بده پشت. از پیش بریم. تشکر خواهیم. فقط شما اگر لطف کنین شماره تلفن برای من زنگ بدین. تلفنتون بانه، من برای شما همشیره از تماس میگیرم.
از نمره تلفن من در ویرجینیا هستم. نمره تلفن من 273 آها 224 بله ببخشید 724 03 54. خب 724 03 54. 703 ویرجینیا. خب تشکر خواهر گلم، ممنون میشم. 24 03 بله روز خوش، خداوند تشکر همراهتان باشه. باشون. هموطن گرامی سلام بر شما، بفرمایید. بله بله سلام از شما برکت. سلام از ما بر شما. هموطن نهایت گرامی بفرمایید. محترم مرسل صاحب سلام خدمت شما. من صحبت‌های پرمحتوای شما را شنیدم و بی‌غرضانه و بی‌طرفانه صحبت‌هایتان را من شنیدم. صدتاپاد این برنامه موفق باشین. جناب دکتر صاحب فرید یونس یک شخصیت بزرگوار گناه هم هستند، قابل بله ما این کار نمی‌کنیم. بله میفهم و شما چون یک گله‌ای داشتید و بین دو برادر، دو عزیز، دو هموطن این امکان نداره که یک آزردگی طلبی یا صحبتی یا از طریق تلویزیون ها پیدا نشه و همیشه ما افغان‌ها همیشه کوشش میکنیم که بکینه باشیم که هستیم انشاءالله تعالی و همیشه کوشش میکنیم که وطن خود آباد و درخشان میبینیم که میبینیم انشاءالله تعالی. فقط فرمودی پیش از شما که ما یک زعیم واقعی، یک زعیم ملی، یک زعیم دلسوز و مهربان در وطن کار داریم و وطن خداوند هر چیز زودتر صاحب یک مالک بسازه که دلسوزانه برای ملت، برای مردم ما کار بکنن. و شما عزیزا بزرگوارا که در اینجا هستید در کانادا و در امریکا، دوستا عزیزا همه کوشش خود دارن که اینا برای افغانستان تلاش میکنن که افغانستان سر پای استاد. هموطن نهایت گرامی بسیار می‌باشید. فقط یک دقیقه وقت ما مونده. اگر باز رفتید بعدی صحبت می‌کنیم. آخر یک کلام چیز داریم و من خواهش شما دارم که ما صحبت کردیم به این که ما شخصا طوری که دفتی گذاشته گفتیم که اصول ماست که اگر کسی ما را انتقاد کنه ما هیچ چیز نمیگیم، اما اگر خدای ناخواسته ما رو توهین و تحقیر قرار میدیم از خود دفاع میکنیم. این حق مسلم افغان است. اجازه میتین من صحبت 6 ماه پیش هم یک سوال کردم برای دکتر صاحب جوابش دادم، در تلفن موافقه کردیم، تعهد کردیم بعد این راه درست است. اما ما دیروز از طریق تلویزیون حتی به اندازه‌ای شد که همکارای ما به نام فاشیست اعلان کرد، ما را بیدین اعلان کرد. نه امروز دکتر محترم که در گیلان شب نه سکن وقت ما شدم سکن ببین اجازه میتین نه دوستای داریم افغانای داریم میگم از صحبت میشن گپ دادن میگیرن میره برای این دولت امریکا را پوری که دیگه کنم این سکن. خب این اصلی امتحان گرم ما هم آدمی ولاغ ماجراجو باشم و ما خودم قلباً به این دکتر صاحب احترام داشتیم، چندین بار که صحبت هم کردیم، اما یک وقتی که برات مطلق ثابت میشه، ما برایش دیشب یکی از دوستای ما که نامشون گرفته بودن برایشون زنگ زدم والا من اشتباه شد چوب خیر برادر چی فرق میکنه بزرگواریت از این طریق تلویزیون بر عامه گفتی همین بود یک اشتباه شده بود. من نمیال اگه اشتباه کنم مگر میگه کنم گپی بد زده باشم من میگه شرافت دارم که دفتری که بگویم که برادر ما معذرت میخوایم این کار کردیم. این نهایت دانش و تعلیم ما و شماست که اشتباهی خود آدم اقرار کنه، اما وقتی که در جامعه انتشار پیدا میکنه و برای برادر من امروز هم گفتم 15 دقیقه اول گفت اعلام کنم در تلویزیون که اگر گفتنی داشته باشن ما صحبت نمی کنم. اینال چون این موضوع هم این پیشروی ما موجود است، از ایمیل آمده در کدام آدرس رفته، هم از طریق تلویزیون نور همین صحبت ها بسیار به شکل شدیدش که ما چیزایی که نگفتیم سر ما آمده. او برادر به سر تا آخر نمیفهم شما عالم کلام گپی نیست. دکتر صاحب هم وطن ماست، هم زبان ماست، دانشمند ماست، ما به این مردم ها ضرورت داریم. او برادر ما یالا با هم ما اینا رو بس ما یک و ما همین کارا رو میگم که اینا وادار شود. اینا رو ما وادار میتونم
عهده‌های شخصی بهترین ارشدترین منصبا، ژنرالا، وزیرا، همه چیز خب وقت ما و شما سب کم است. اگر خواسته باشین ادامه بدین. خب شما هفته بعدی یا بعد از این از دوشنبه تا یک شنبه دمی شماره تلفن زنگ بزنید، امروز تان صحبت میکنم. ما بازم براتون میگم که من مسائل گفتم فقط به خاطر از اینکه این برادرای متوجه شود که بالاخره با هم فشار بین یک جای شوند. اگر ما هر کدوم از این جان قرار بگیریم یا جای نمیشه. گفتیم که شما گفت زدید بازم که شما تشکر باش ممنون شما هستم. ما این کارا رو کردیم. خب هموطنان نهایت گرامی، تا هفته بعدی شما رو به خداوند یکتا سپارده. امیدوار هستم خوش و خرسند و سرحال باشین. بعدا ما و شما هفته بعدی و بعدای ازی مربوط به ایست که ما چقدر طرف شما خودتان برنامه خودتان پیش میبرین و ادامه میتین و کمک میکنین. ممنون. در غیر از او ما کار خود یافتیم. منتها سرعت عمل ما از کم میشه. یک بخشی کارهای فعالیت‌های علمی تلاش برای ایجاد یک کادر رهبری واحد ضابط ملی بود و تلاش های ما خواستن و پذیر است. ما هیچ چیز را از وطن خود پنهان نمیکنیم، اما الفاظ رکیک مردم به صمیمیت دوستی ناگزیر هستیم جواب بدیم تا وطن ما ببینن که ما هم حق داریم، اما با اخلاق و روی خوب گله و شکوه میکنیم تا وطن ما متوجه همدیگر شیم، یک قسم راه اصلاح شویم. تا کی در دل فرقیم؟ آیا میگه فکر من گفتم عقده دل خود گفتم شکایت کردم راهنمایی کردم، این کار بدی خود نیست. از اینکه من تلفن واردم به 10 جای بر نه ازنها خدای ناخواسته سرایسیت و آبرو یای، اما بازم براتون میگم من برای کسی اجازه نمیتونم که از این برداشت کنن و به نام دکتر صاحب یونس از این یک مسئله بازار سیاسی دیگه و توهین تحقیر و ایره ما هیچ وقت برای هیچ کس نمیخوایم. تشکر. وقت شما خوش.